بررسی قسمت اول سریال برتا، داستان یک اسلحه. برتا، داستان یک اسلحه. کارگردان امیرحسین ترابی. سلام، علی نجفی هستم در کنار شما در دومین قسمت برنامه سینما شب. امیدوارم همیشه لباتون خندون باشه و قلباتون عاشقانه بتپه. در کنار شما هستیم با بررسی سریال برتا، داستان یک اسلحه که در پلتفرم فیلم نت منتشر شده. خب تیتراژ بهمون نشون میده که در همون ابتدا با یک فیلم معمایی جنایی و هیجانی روبرو هستیم. خب من نظرم رو راجع به قسمت اول سریال برتا میگم تا ببینیم آیا اصلا میشه این فیلم رو دید یا ندید. بریم و بیایم تا بتونیم بیشتر در مورد این فیلم صحبت کنیم. آقا چه اتفاقی افتاد اینجا؟ همه رو کشتن. غیرتو بزنه چه مردم نکرد. خیلی خوب شد که بچه ما زنده که مال کلت کمری برتا. خب فیلم یه فیلم کاملا معمایی هستش که بیننده باید یک کم حوصله به خرج بده تا بفهم اصلا از چه قرار است، چون اول فیلم که اصلا میری تو مبهمی، متوجه نمیشه اصلا داستان از چه قراره و کم کم هی میریم جلوتر فیلم تازه خودشو نشون میده. تدوین فیلم خوب بوده، رنگ بندیاش خوبه، نمیگم عالی ولی خوب بوده. مثلا به فیلم بازنده و فیلم وحشی نمیرسه ولی خب بازم قابل قبوله. موزیکی که به کار برده شده توی فیلم موزیک خوبیه، انتخاب موزیک انتخاب خوبیه. انتخاب شهرام حقیقت دوست به عنوان مأمور پلیس انتخاب خوبیه و یه سری جایی که بازیگراش خیلی مبتدی و کلیشه‌ای بازی کردن اونا رو نمیشه ازش گذشت. خب فیلم از اونجای شروع میشه که ما رو میبره توی قسمتی که دو نفر نشستن، یکی اینور صندلی یکی اونور صندلی، یه میزن وسط، یه بطری شیشه‌ای هم وسط که دو نفر دارن با هم دیگه جرأت حقیقت بازی میکنن. یکی از اون اشخاص که روی یکی از صندلی‌ها نشسته مأمور پلیسه که به عنوان نفوذی تو باند خلافکارا اومده. اول فیلم که اصلا مشخص نیستش که اصلا داستان قراره چی به ما نشون بده. اینور دو نفر درگیری لفظی دارن، یه بطری میچرخونن، باز دوباره پلن عوض میشه، میره یه قسمتی که یه خونه‌ای که اعضای اون خونه دچار گاز گرفتگی شدن، یکی تیر خورده تو اتاق، اصلا معلوم نیست چی رو میخواد به ما نشون بده. اگر ما بیننده کم حوصله‌ای داشته باشیم توی این فیلم، تو قسمت اولش، حالا من تا قسمت اولش دیدم دارم توضیح میدم، شاید تو قسمت‌های جلوتر کلا اصلا داستان فرق بکنه. ما الان داریم راجع به قسمت اول حرف میزنیم. اگر یه بیننده کم حوصله‌ای داشته باشیم شاید اصلا ادامه نده و سریعا از دیدن این فیلم دست بکشه. خب فیلم میخواد نشون بده که این فیلم معماییه در واقع، ولی خب اصلا اینو نشون نمیده چون خیلی ساده است. خیلی ساده و کلیشه‌ای داره میره جلو فیلم. بازیگرای مبتدی داره که مثلا نمیشه در موردش صحبت کرد. حالا شما قسمت اولش رو ببینید متوجه حرفای بنده میشید. ولی خب یه جاهایش خوبه که میشه ازش تعریف کرد. مگه اینکه بریم جلوتر قسمت‌های بعدیشو ببینیم که قراره چه اتفاقاتی بیفته. من بیننده که پای این فیلم نشستم حوصله‌ام سر رفت. حالا توی قسمتش هستش که مأمور پلیسی دستیار داره که اصلا شوته، ببخشید، دنبال خلافکاره میفته. حالا شما میتونید این قسمت رو که دیدید قشنگ به حرفای من میرسید که دنبال این خلافکاره میفته. خیلی معمولیه و بعدش هم دیگه خلافکار طبق معمول میخوره به ماشین و میخوان یه اطلاعاتی ازش بگیرن و باکتا کاری نداریم. باکتا سوهل. طرف فوت میکنه و کلا داستان باز میمونه تا قسمت دو تا ببینیم چی میشه. یکی از مهمترین چیزی که میخوام در مورد این فیلم بگم اینه که اصلا این فیلم به ما نشون نمیده که جدی طنز، آخه صحنه‌های طنز هم داره. بیننده نمیدونه داره فیلم جدی میبینه داره فیلم طنز میبینه. تکلیف خودش رو مشخص نمیکنه فیلم. میخواد چی رو به ما نشون بده؟
ما داریم فیلم معمایی میبینیم یا فیلم طنز؟ من نمیگم این فیلم رو نبینیم، اتفاقا میگم بریم ببینیم. ما حتی قرار قسمت‌های بعدیش هم نقد و بررسی کنیم و بریم یکی یکی جلو. خب با تموم شدن قسمت اولش که نمیشه بگیم حالا اصلا کلا این فیلم رو نبینیم، مثلا هم چیزی وجود نداره، باید بریم جلوتر تا ببینیم قرار داستان به کجا برسه. من اتفاقا ازتون میخوام که این فیلم رو ببینید و نظراتتون رو برای من کامنت کنید. خیلی مهمه. میخوام ببینم نظرات شما چیه. و از شما دوستان عزیز و گرامی میخوام که کانال سینما شب رو سابسکرایب کنید و در کنار ما باشید تا بتونیم بهترین و جذابترین فیلم ها رو به شما معرفی کنیم. خب دوستان عزیزم، امیدوارم از قسمت 2 برنامه سینما شب لذت کافی رو برده باشید. ازتون میخوایم که ما رو حمایت کنید تا بتونیم اتفاقات قشنگتری رو رقم بزنیم. من رو هم به خاطر کمکاسریایی که توی این برنامه گذاشتم و حالا یه سری چیزا شاید حالا به اون صورتی که شما دلتون میخواد نیستش و نبوده، ولی سعی میکنم کم کم به مرور زمان بهترشم و بهترین فیلم ها رو به شما معرفی کنم. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید تا قسمت بعدی برنامه سینما شب.